اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام. اونا که امشب اومدن دیگه معلومه اصلا دیگه بین بحث علمی و فوتبال دیگه بحث علمی براشون اولویت داشته. جمع دیگه خیلی خالص و خودی شده دیگه، به قولی نه که فوتبالی یا غیر خودی باشن. نه، ما عمدی هم نداشتیم، از قبل بسته بودن اصلا اینا. همیشه باید اینا لحاظ کنی دیگه، مثلا یه چیزا باید لحاظ که مثلا پخش جمونگ نباشه، نمیدونم دربی نباشه، نمیدونم این چیزا رو باید. ما هم واقعا عمدی نداریم، اما نمیدونم چرا کسایی که ما رو دعوت میکنن اصلا عمد دارن سخنرانی ما بزنن وسط فوتبال. حالا عیبی نداره دیگه. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که ما میخوایم ببینیم چی شد جامعه نبوی قدیر و فراموشی. آب همین سادگی ممکن نیستش که هزاران نفر در قدیم حاضر بودن، به چشم دیدن پیامبر دست امیرالمومنین رو برده بالا، تک تکشون بیعت گرفته. حتی جالب بدونید از خانم ها هم بیعت گرفتن. یه تشت آبی گذاشتن، امیرالمومنین دستشو توی تشت آب گذاشته بود، خانم‌ها بدن دستشو می‌ذارن تو تشت آب. تک تکشون بیعت کردن. کسانی که بعد از امیرالمومنین اومدن برخیشون خلافت رو به قول او حکومت رو غصب کردن، کسایی بودن که روز قدیر بخن لک یا امیرالمومنین میگفتن، یا علی مبارکت باشه مبارکت باشه، اصبحت شدی مولای ما مولای کل مؤمنین. مثالی که زدیم گفتیم شما بنی اسرائیل رو ببین، چطور 600,000 نفر نه تو 70 روز، تو 10 روز برگشتن. تا روز سیوم که حضرت موسی فرموده بود که من دارم میرم به میقات، برم تورات رو بگیرم، الواح تورات رو بگیرم، اینا خوب بودن. روز 31 سامری از قوم خودشون بود، بنی اسرائیلی بود، قبطی که نبود، که مصری نبود. برگشت گفت ببینید یا موسی دروغ گوه، گفت من 30 روز برمیگردم. پیغمبر خودی دروغ نمیگه، پس مرده. اینا به محض این که خیالشون راحت شد پیغمبر خدا مرده، طغیان کردن. آیا قرآن سوره طه و سوره اعراف نمیگه که حضرت موسی فرمود هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قوم منه؟ دستشو نگرفت و برد بالا. چطور 600,000 نفر تو 10 روز برگشتن؟ 50,000 نفر 100,000 نفر تو 70 روز بر نگردن؟ چیز عجیبی نی. حالا میگیم باشه همون قوم موسی چرا برگشتن؟ گفتیم باید بریم ببینیم ته دل اینا چه نوعی از اشکال فکری بود، چه نفاقی تو دل اینا بود. راجع به این صحبت کردیم که قوم موسی محبت و فرهنگ مصر باستان تو دلشون چی بود؟ نشسته بود. سامری هم وقتی اومد اون گوسالش رو علم کرد، یه ترکیبی درست کرد، گفت این هم حرف موسی هم حرف همون چیزی که تو دل شما هست. هذا الهکم و اله موسی فنسیه. این خدای موسی و خدای شماست، یادش رفت. شما میدونید چی شد که حضرت موسی، سامری میگفت حضرت موسی که از رودخونه رد شدیم، از دریا رد شدیم، شما گفتید یه خدای اینجوری کاش برای ما ردیف میکرد. حضرت موسی ناراحت شد، بعدن به من گفتش که ای کاش من دل اینا رو نمیشکستم. حالا حضرت موسی هم میگن نیست دیگه، بیا دفاع کنه. شروع کردن خاطر نقل کردن از حضرت موسی. حضرت موسی هم نیست که بگه من این راست میگه دروغ میگه. یعنی مردم مراقب باشید، بعد از اینکه امام جامعه از بین بره شروع میکنن ازش حرف نقل میکنن، جعل حدیث میکنن. گفتن آقا فقط من بودم حضرت موسی داشتیم ما گوش میخوردیم، برگشت من گفت من دل اینا رو بیخود شکوندم. ای کاش یه گوساله برای اینا ردیف میکردیم، اینا خیلی دوست داشتن. چند بت پرستی مصری ها با یکتا پرستی بنی اسرائیلی رو با هم قاطی کنیم میشه چی؟ یک بت پرستی. چند بت پرستی و یکتا پرستی این طرف هم قاطی بشه میشه یک بت پرستی. در مصر خدایان مختلف رو میپرستن، خدای هوروس، خدای اوسیریس، خدای آیسیس، خدای آنوبیس، اینا اسم خدایانشون بود.
خدای خورشید، خدای ماه، خدای دنیای دوات، دنیای مرگ. من اینا رو اون زمانی که راجع به فراماسون صحبت می‌کردم مفصل توضیح دادم. اینا آمدن گفتن اون بزرگ این خدایان که تو اون منطقه هم که بنی اسرائیل تو اسارت بودن بیشتر دیده شده بود، خدای آپیس بود یا خدای حاسور که گوساله بود. هنوز تو عربی هم میگن ثور، همینه، هنوز اسمش هم مونده. دوست داشتن مخصوصا اگه این گاوه زرد می بود، طلایی می بود. سامری دست گذاشت روی ایرادی که تو دل تمام اینا بود. حالا اینو میاریم میریم زمان پیامبر، چه ایرادی ته دل همه اینا بود؟ یکیش اینو گفتیم که آقا جون اینها خودشون اصلا تو این قد و قواره نبودن بفهمن پیغمبری یعنی چی. اینا آخرین پیغمبری که دیده بودن اجدادشون هم یادشون نمی اومد. فلذا تو این مسئله به کی رجوع کردن؟ به باسوادایی که کنارشون بودن، احبار، علامه ها، اساتید، بزرگان که همه چی بودن؟ احبار الیهود، یهودی بودن. گفتن شما برای ما بگید. اونا گفتن تو کتاب ما اینه، کتاب ما اونه، که من مثالاشو برای شما زدم. کار به جایی میرسه که زن پیغمبر رفته دعانویس یهودی آورده تو خونه زن پیغمبر و به قرآن رجوع نمیکنه. طرف میگه وارد شدم دیدم که یه زن زن یهودی داره چیکار میکنه؟ دعانویسی میکنه. و هی تشتکی میگه جناب عایشه سر و صدا میکنه، اونها براش دعانویس میکنه. بعد میگه جناب ابوبکر هم خلیفه اول و صحابی رسول الله گفت آره ارقی ها به کتاب الله، آره با تورات براش دعا بخون. تو ذهن اینا اینجا افتاده بود. مثالاش هم برای شما زدیم. من با این روایتی که از اهل سنته ادامه بدم برم تو بخش دوم عرایزم که خیلی خیلی مهمه. و اینا هم تحت تاثیر یهود بودن. تاثیر گذاشته بود آقا بهشون. کسانی که در شامات بودن، محبان اهل بیتی که در شامات بودن، زندگی در کنار مسیحی ها روشون اثر گذاشت. ازشون همین علوی ها در اومدن، شل مذهبن. من با علوی ها صحبت کردم، من هم العلویون، گفتم شما علوی ها اعتقادتون چیه؟ یه کتاب به من دادن، من هم العلویون، جلد به جلد با عقاید ما مو نمیزد. 12 تا امام قبول داشتن فلان، اما در عمل یه چیز دیگه بود کلا. نه نماز میخوندن، نه روزه میگرفتن، هیچی، عرق میخوردن، همه کارشون هم میکردن. دلیلش چیه؟ دلایل مختلفی راجع به علوی های سوریه اینا میگن، علوی های شامات. یکیش اینه که میگن اینها کنار مسیحی ها که زندگی میکردن، زندگی مسیحی ها رو اینا اثر گذاشته. شلوول بودن مسیحی های شامات معروفه دیگه، رو اینا اثر گذاشته. مگه میشه شما سالها کنار اینا زندگی کردید روتون اثر نگذاره؟ قال الربیع، میگه ربیع گفت سوال از شافعی، میگه از شافعی سوال پرسید در مورد چی؟ در مورد همین دعا خوندن، دعا نوشتن، اینجور چیزا. فقال لا بأس، ایرادی نداره، اشکالی نداره، به شرطی که چی؟ ان یرغی به کتاب الله، به شرطی که از کتاب خدا باشه. قرآن نیست اینا. این کتاب الله یعنی چی؟ تورات. در این که اون زن یهودی تورات داشته میخونده شک نداریم، چون یهودی ها انجیل رو قبول ندارن، قرآن هم قبول ندارن. خود اهل سنت هم گفتن تورات، بعضیشون گفتن تورات و انجیل، منتها انجیل نیست، چون یهودی ها انجیل رو قبول ندارن اصلا. حضرت عیسی رو اصلا قبول ندارن یهودی ها. حضرت عیسی رو شیاد میدونن، نعوذ بالله. بدونید چی به چیه. میگه فقلت، من گفتم که ایرقی اهل کتاب، اهل کتاب بیان رقیه بنویسن برای ماها المسلمین، مسلمین رو. فقال نعم، گواره چه ایرادی داره وقتی از کتاب خدا بنویسن و از یاد خدا باشه، او ذکر الله، من کتاب الله و ذکر الله. فقلت و ما الحجه فی ذلک، گفتم یه دلیل قرآنی برای من بردا بیار. و غیر حجه، من قرآن دلیل ندارم. فاما روایت صاحبنا و صاحبکم، یه شافعی به من گفت، امام شافعی، امام شافعی های اهل سنت
گفت اما روایت صاحب من و صاحب شما فان مالک اخبرنا، مالک مگه نشنیدید چی برای ما گفته؟ مالک کیه؟ امام مالکی ها. گفتیم اهل سنت 4 تا فرقن دیگه. ان یحیی بن سعید ان عمر بنت عبدالرحمن ان ابابکر دخل علی عایشه و هی تشتکی و یهودیه ترقیها فقال ابوبکر ارقیها بکتاب الله فقلت للشافعی انا نکره رقیت اهل الکتاب. میگه من گفتم ما کراهت داریم از اهل کتاب بریم دعا بگیریم. خب بعد میگه که شافعی برگشت به من گفتش که برای چی کراهت داری وقتی صحابه پیغمبر اونجا، زن پیغمبر این کار رو انجام داده، صحابه پیغمبر و خلیفه مسلمین هم وایستاده گفته ارقی ها به کتاب الله. ما از صحابه اینو دیدیم، از زن پیغمبر دیدیم، هیچ کس هم باش مخالفت نکرده. جوری یعنی اینا معتقد شده بودن که طرف تو خونه سردرد میگرفته به جای که از خدا و پیغمبر، تو همسر پیغمبر بودی سالها، از تورات دعانویسی میرفتن به جای که برن سراغ به یه مسلمونی، میرفتن یه دعانویس زن یهودی می آوردن آقا بیا اینجا کار ما رو، مشکل ما رو حل کن. مسئله دوم که میخوام خدمت شما عرض کنم من مهمه، دومین اثر ذهنی که مسلمین از یهود گرفتن این بود که پیامبر فقط در وحی معصومه. دقت بفرمایید، این از منابع اهل سنت از همه منابعشون تقریبا برمیاد. تهشو بگیری کامل این اثبات شدنیه که محل بحث من این نیست. من گفتم دیشب من نه اومدم اینجا راجع به نقش یهود در صدر اسلام صحبت کنم، نه راجع به این موضوع، دارم اشارات میکنم. شاید بگید کلی مطلب داشت، کلی روایت بود، این 10% ماجرام نیست. صحابه در بینشون یک انحراف عقیدتی به وجود اومده بود، باید گشت این انحراف ببینه از کجا در اومده. تنها کسانی که به این مسئله اعتقاد داشتن وقتی نگاه میکنی باز یهودیا بودن. یهودیا پیامبران خدا رو معصوم میدونن یا نمیدونن؟ نمیدونن. یه پیغمبر سالم تو تورات به من نشون بده اگه تونستید پیدا کنید. اصلا یه پیغمبر سالم تو تورات پیدا نمی‌کنید. پناه بر خدا، من عذر میخوام از محضر شما باید گفته بشه. حضرت لوط رو میگن با 2 تا دختر خودش زنا کرده. میگن دختراش بهش عرق دادن خورد، مست شد نفهمید، 2 تا دخترش باش زنا کردن و 2 تا قوم شکل گرفتن. اینو داشته باشید، 2 تا طایفه شکل گرفتن. حضرت ابراهیم رو میگن با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرد. حضرت داوود رو میگن با زن شوهردار زنا کرده، شوهر زنه رو کشته، اون نطفه بسته شده، بچه به دنیا آمده شده حضرت سلیمان. اینا که دارن میگن تو کتاباشون ها، همین الان هست. بعد جالبتر حضرت داوود و سلیمان رو بعدن کلا از پیغمبری عزل کردن، یعنی اصلا پیغمبر نمیدوننش، میگن 2 تا پادشاه بودن، ملک 2 تا پادشاه بودن. ما گشتیم کشتیم خودمون یه پیغمبر سالم پیدا کنیم نتونستیم. بعد ما سوال از اینا میپرسیم این جماعت، میگیم بابا این کسی که اینقدر بی‌انصاف بوده، اینقدر نامرد بوده، از زبان شما ها، پناه بر خدا، ما که قبول نداریم، اینقدر نامرد بوده که میگه داوود پادشاه بود، حاکم بود، درست شد؟ دقت کنید، داشت میجنگید، یکی از سردارانش لب مرز اسمش اوریا بود. داوود رفت رو پشت بوم و این زن اوریا رو دید تو شهر، اونا رفتن بجنگن، اینجا بود، عاشقش شد، زنه رو به زور آورد باش زنا کرد، نعوذ بالله. بعد میگه که برگشت به خودش گفت این زن کیه؟ گفتن زن اوریاست. حالا اوریا داره برای داوود لب مرز میجنگه، خیلی نامردیه دیگه. گفت خب یه راه داره، من بعد این بچه رو بنازم گردن خودش. من چه گفت بگید برگرده، این یه 5-6 ماه بوده، زنشو ندیده بوده، اگه بیاد اینجا میره به خانمش سر میزنه، بعدا ما میگیم این بچه خودته. آزمایش دی ان ای که نبوده که مثلا، ها دقت کنید. تماس گرفتن به اوریا فرمانده لشکر نبوده، یکی از سرداران سپاه حضرت داوود بود اما فرمانده لشکر نبود.
به فرمانده لشکر نوشت که اوریا رو بگو برگرده، یه گزارش هم از جنگ برای من بیاره. میگه اوریا برگشت و حضرت داوود گفت چه خبر؟ گفت چی خوبه الحمدلله، جبهه ها اینطور و فلان. گفت حالا تا اینجا اومدی، خب طبعا میری دیگه خونش، خب برو یه 2-3 روز دیگه اینجا باش کار. بعد 2 نفرم فرستاد دنبالش، گفت ببین چیکار میکنه. اونا اومدن گزارش دادن، گفتن ای پادشاه یا حضرت داوود چی شده؟ گفت این خونه‌شون نرفت. گفت مگه میشه یارو 6 ماه زنش نبوده، حتما میره پیش میره خونه‌شون. گفت نرفت. دوباره صداش کرد، فرداش دوباره یه ناهاری بهش داد، گفت برای چی نرفتی خونتون؟ میگه خونش نرفت، رفت بیرون شهر، اردو زد اونجا. میگه اوریا برگشت گفت نامردی رفیقام لب مرز دارن میجنگن، من بیام اینجا برم پیش زنم. یعنی دقیقاً در یک تقابل کسی که زنش حق خودشه اینقدر مرام و مردونگی داره به خاطر رفیقاش نمیره پیش زنش، حضرت داوود رو نشون میده با اینکه خودش زن داشته رفته به زن مردم نظر کرده. عمدیه. یعنی یک نفر اینور اینقدر جوان مرد نشون، فتا و جوان مرد نشون میدن، یه نفر رو اینقدر چیکار میکنن؟ میکوبن. تو اگه میخوای سیاهی خوب دیده بشه کنار سفیدی نشونش بده. میگه داوود دید نقشش نگرفت. اینایی که دارم بهتون میگم تو کتاب دینیشونه. میگه داوود دید نقشش نگرفت، گفت خب یه راه دیگه دارم. روز دوم آوردش، تا میخورد بهش عرق داد خوردید. این دیگه مست و پاتول شد دیگه، هیچی نمیفهمید. گفت این دفعه دیگه الان مسته، حتما میره پیش زنش. مست لایعقل هم پیش زنش نرفت. یعنی مست لایعقل انقدر مرام داشته، تو نداشتی دیگه. اون کسی که قصه رو نوشته فنی نوشته. بعد داوود دید نه این فایده نداره دیگه، این چاره نیستش. یه نامه نوشت بهش داد به همون آقای اوریا، گفت رسیدی اونجا بده به فرمانده کل ارتش. نامه رو باز کرد، فرمانده کل ارتش دید توش نوشته که اوریا رو بفرست خط مقدم کشته بشه، این نباید زنده بمونه. برگشت به اوریا گفت داوودی همچین چیزی برات نوشته؟ گفت باشه فرمانده منه، هر چی امر کنه من گوش میکنم. میگه رفت یه قلعه رو میخواستن فتح کنن، تیر اونا تا 70 میرسید. گفت فرستادنش تو 30 متری، اینا هم زدن مثل جوجه تیغی، سوراخ شد افتاد زمین. حالا نگاه کن، فرمانده من اینطور. یعنی نفرت پیدا میکنی از حضرت داوود. یا مثلا میگه حضرت سلیمان بتخونه درست کرد، عیناً تو کتابش بود. بعد اون نطفه بسته شد، اون بچه به دنیا اومد. کیه؟ زبان املار حضرت سلیمان. بعد حضرت سلیمان میگه کافر بود، بت پرستی میکرد. بعد شما دارین کتاب شریف رو میخونی، سوره بقره آیه 102 که میرسی یهو تعجب میکنی، میگه خدا هم یه حرفایی میزنه تو قرآن ما هم نمیفهمیم چیه. آخه اینا گفتن داره، بعضی حرف خدا رو دیده متوجه نمیشیم. میگه خدا چی شده؟ اینا 102 بقره خیلی هم معروفه، آیه معروفیه. بله میفرماد نگاه کنید. و تبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. و یهودیان از دانش جادوگری که شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان برنامه و نقشه زندگی خود قرار دادن پیروی کردن. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان کافر نشد. آقا این چه حرفیه شما میگه پیغمبر کافر نشد؟ کی میگه پیغمبر کافر شد؟ الا اینکه خدا اینجا داره جواب یه عده‌ای رو میده، ما اینو نمیفهمیم. خدا اینجا داره جواب یهودو میده. میگه سلیمان کافر نشد، شما پدر سوختایی که حرف شیاطین جنی رو رفتی پیگیری که شماها کافر شدید. و ما کفر سلیمان که کافر نشد. بعد شما میبینید حضرت سلیمان تو قرآن به نعمت پدر و مادرش داره خدا رو تشکر میکنه. آن چه ربطی داره؟ الا اینکه زیرا به این پدر مادره توی این قرآن چیه؟ توی تورات ببخشید چیه؟ خورده باشه دیگه. ما 1000 تا آیه قرآن در مورد بنی اسرائیل، بسیاری از آیات قرآن جواب اوناست، ما نفهمیدیم چون اونور خبر نداریم چیه. مثلا میگه خداوند زمین و آسمان رو در 6 دوران آفرید و به خاطر این کار خسته نشد. میگه خدا این چه حرفیه؟ مگه کسی میگه شما خسته میشی؟ بله برید تورات بخونید، میگه خدا زمین و آسمان رو در 6 دوران آفرید و روز هفتم رفت استراحت کرد. بعضی جا مستقیم میگه خدا، یهودیان اینجوری میگفتن و قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودیان میگن دست خدا چی؟ بسته است، کار ازش بر نمیاد.
خدای ساعت سازه، خدا یه چیزی رو درست کرده دیگه اون خودش کار میکنه. ببین یه ساعت ساز یه ساعتی درست میکنه، کوک میکنه، میذاره اون کنار، دیگه اون نیاز به سازنده نداره. خدا جواب میده که کی گفته این حرفو؟ دستاشون بسته باد و لعنوا بما قالوا، لعنت بر اینا به خاطر مزخرفاتی که میگن. این تأثیر گذاشته رو برخی از صحابه پیامبر. عزیز من، صحابه پیامبر آقا رسول الله رو فقط در قرآن معصوم میدونستن. تمام شد رفت. بقیه حرفای پیامبر رو قبول نداشت. این میشه که عضو مجلس خبرگان رهبری و یک روحانی با لباس پیغمبر میاد میفرماد که میشه معصومین رو هم چیکار کرد؟ نقد کرد. بعد میخواد استناد کنه، به چی استناد میکنه؟ میگه صحابه پیغمبر وقتی پیامبر حرف میزد میگفتن امن الله او منک، این حرف خودته؟ امن الله آیا وحیه؟ آیا من از الله از خداست، او یا منک یا از توه؟ فقط کافی بود رسول الله بفرماد چیه؟ قرآن یه حرف خودم. گفتن شرمنده ما هم حرف داریم. کی گفته حرف تو درسته؟ آیاتی از قرآن این روی کرده صحابه پیغمبر رو تأیید میکنه. چرا پیغمبر انقدر نگرانه میگه پیش این یهودیا نرید؟ چرا؟ چون اثرش رو داره میبینه بین اینا. کجا تأیید میکنه؟ قرآن میفرماد اگر این پیغمبر ما انقدر به حرف شما گوش بده خودتون اذیت میشید. یعنی چی؟ بس که اینها به پیغمبر انقلت داشتن. روایت های اهل سنت، برادران اهل سنت نقل کردن شگفت انگیز. میگه کنار خونه کعبه بودن پیامبر و جناب خلیفه دوم، با هم بحثشون شد سر یه مسئله. آقا رسول الله فرمود آ، جناب خلیفه دوم هم گفت ب. اختلاف نظر داشتن. جبرئیل اومد گفت ب. جبرئیل نظر کیو تایید کرد؟ جناب خلیفه دوم. بعد ما سوال داریم میگیم خب جسارتاً چرا همونو پیغمبرش نکرد؟ اون که بیشتر میفهمید دیگه. اینا نتیجه چیه؟ اینا نشأت گرفته چه تفکریه؟ من یهود شناسم. یهود. من جالب دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشتم، یه جوونی از همینا این بلند شد گفتش که سخنرانیم اثبات ولایت امیرالمومنین از تورات و انجیل بود. سخنرانی که تمام شد وسط جلسه حرف نزد. چون وسط جلسه حرف بزنه من جوابشو میدم. گذاشت آخر جلسه گفت وقتم نیست. حداقل من این شبهه رو تو ذهن اینا میندازم که چی؟ این حرفایی که زده غیر مستند بوده. فکرشو نمیکرد ما یه همچین آدم سمج سرتقی باشیم. گفتم ولش کن آقا، من اصلا ادامه میدم جلسه رو. از مسئول سالن درخواست کردم چراغا رو خاموش نکنه. گفتم به جای اینکه اون حرفا رو پایین بزنی بیا پشت تریبون. او پشت تریبون وایساد، ما پشت میز دونه دونه آیه خوند. گفتم کجاش غلط؟ گفت این. دونه دونه آیات توراتش آوردم انداختم روی صفحه. تورات آنلاین هم رفتیم از سایت‌های خودشون عبارت عبری آوردم با ترجمه انگلیسی. گفتم اینا هیچ کدوم مال ما نیست، نگاه کنید تا. یکی از سوالاتم من از ایشون این بود. گفتم شما کتاب مزامیر داوود رو میخونی؟ درسته؟ از کتب دینی شد. گفتم چطور قبول داری حرف داوودو؟ داوودی که به یار خودش اینطوری نامردی میکنه، از کجا معلومی حرف خدا باشه؟ شاید از خودش چیزایی نوشته باشه. شما الان یه نفر میخوای بری ازش یه چک بگیری، یه برگه چک 100 میلیون معامله میخوای باش بکنی، یه تحقیقی میکنی میبینی این آدم پرونده زنا داره، رفته ببخشید با زن همسایه‌شون زنا کرده مثلا، بهت میرسم یه همچین آدمی، چکشو قبول میکنی؟ که تو میری کتاب این آدم رو قبول میکنی؟ هیچی نگفتن. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ این 7 جای صحیح بخاری آمده. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت. 7 جای صحیح بخاری دیگه انقدر تکرار شده. چی میفرماد؟ میگه آقا رسول الله اواخر عمر شریفشون بود، در بستر افتاده بودن،
یهویی فرمودن آتونی به صحیفه و دوات، برای من قلم کاغذ بیارید، اکتب لکم، یه چیزی بنویسم برای شما، لن تضلوا بعدی، بعد از من هرگز گمراه نشید. رفتن قلم کاغذ آوردن. آقا رسول الله تا نشستن حالا شروع کردن بنویسن، جناب خلیفه دوم دست انداخت، قلم کاغذ رو گرفت، قلم رو شیکون، کاغذم پاره کرد، پرت کرد اون طرف، گفت ان الرجل لیهجر، این مرد داره هزیون میگه. این حالتش عادی نیستش که این در حال مرگه، حرف حساب نمیزنه که، عقلش سر جاش نیست. غلب علیه الوجع، هزیون گویی برش غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه، پرت کرد انداخت اون طرف. صحابه دو دسته شدن، یه عده طرف پیغمبر گرفتن، گفتن بس بنویسه، زنان پشت پرده داشتن گریه میکردن. یه عده هم گفتن نخه، طرف جناب خلیفه دومو گرفتن، گفتن لازم نیست بنویسه. که انقدر دعوا کردن و جلو پیغمبر یقه همدیگه رو گرفتن اینا، آقا رسول الله فرمود قوموا عنی، بلند شید برید جلو من دعوا نکنید که من هنوز زندم، این تفرقه رو شما شروع کردید. بعد در ادامه اون آقا برگشت گفت حسبنا کتاب الله، قرآن داریم برامون چیه؟ بس، حرفای تو رو نمیخوام. شما یه پستچی بودی، اومدی قرآن رو به ما دادی، حالا هم وقت رفتن تو، خداحافظ. برای همین تمام کودتاگرا، طغیانگرا، کسایی که رسما جلو آقا رسول الله وایستاده بودن، بعد از رسول الله برگشتن. اما ابولهب و خاندانش نه. چرا؟ ای گفتید؟ چون در مورد ابولهب آیه صریح قرآن وجود داشت، ماسمال نمیشد بکنی. مروان ابن حکم میدونی کیه؟ پیامبر که پیغمبر رحمت و محبته، پیامبر رأفته، حکم ابن ابوالعاص بابای مروان تازه به دنیا آورده بود، آوردش برای اسمگذاری پیش پیامبر. اینو که میگم همه مال اهل سنت. گفتش که یا پیامبر اسمگذاری کن. آقا رسول الله نگاش کرد، فرمود الوزق ابن الوزق، فرمود قورباغه بچه قورباغه، بردار بشینش. چی میدید آقا رسول الله؟ میگفت ولو به این اندک هم اینا از ما تاییدیه نگیرن. ابو سفیان بالای الاغش نشسته بود، خرش گیر کرده بود. یزید پسرش داشت میکشید، معاویه هم از پشت داشت هول میداد. اون یکی پسرش معاویه، ابو سفیان یه پسری هم اسم یزید داره که معاویه اسم همون داداششو میذاره رو پسرش. یکیشون میکشید، یکی هم داشت هول میداد، یکی رائق بود، یکی سائق بود. حضرت فرمود لعن الله، لعنت خدا جلوی چشم صحابه مردم، الراکب، لعنت بر اون کسی که سواره، بر اون کسی که میکشه، بر اون کسی که هول میده. چی شدن اینا؟ همشون به حکومت رسید. قرآن میفرماد من یک سری از آیات رو تأویل پذیر قرار دادم. یه سری محکمات داریم، سوره آل عمران همون ابتداش. یه سری چی؟ متشابهات. متشابهات رو برای اینکه بفهمید برید سراغ محکمات. که هیچ کی نمیتونه بیاد بگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما نباید نماز بخونیم، بس که صراحت داره تو قرآن. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اون کسایی که مریضی تو دلشونه، فیتبعون ما، میرن سراغ متشابهات. خدا فرمود عمدن این کارو کردم که کسایی که مرض تو دلشونه خودشونو نشون بدن، بریزن بیرون. اگه ما قرار بود همه رو به زور ببریم بهش که خودمون بلد بودیم، باید یه جوری باشه مریضا خودشونو نشون بدن. پس تأثیر دوم چی بود؟ این که پیامبر اسمتش فقط در چیست؟ وحی. بقیه افعال پیامبر اسمت نداره، یکی عین من شما. خیلی جالبه ها. این از کی گرفتن؟ از یهود. یهود این اعتقادو داره و این شروع شد. جالب اینجاست در زمان پیامبر به این مسئله عمل میکردن، بابتش آیه قرآن نازل شده.
حالا فکر کنید پیغمبر رفته باشه، برای همین قانون گذاشتن چی؟ نقل حدیث از پیغمبر چی؟ ممنوع، فقط قرآن. شما میدونید که قرآنی که امیرالمومنین جمع‌آوری کرد، قرآن علی، 2 تا فرق داره با قرآن بقیه. یک، هیچ آیه با این قرآن تفاوت نداره، عین همینه. به شما بگم یه وقت برداشت غلط بشه. یکی نقل شده در مورد قرآن امیرالمومنین که شأن نزولی بود، یعنی اینا سوره ها رو، البته اینم اختلافی بین علمای ما ها، اینم به شما بگم، یعنی ببینید سوره اول سوره حمد، بعد بقره است، بعد آل عمران، بعد نساء و مائده و اینطور انعام اینطور رفته، مثلا تقریبا میبینی از بزرگ به کوچیک رعایت کردن. تقریبا سور مکی که سوره‌های کوتاه اومده کجا؟ آخر. در حالی که برای یک نفر که میخواد تربیت بشه اول کدوم سوره ها رو بخونه؟ دقیقاً مکی ها رو. سور مکی، سوره‌های مکی جزء 30 در مورد چیه؟ توحید. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میبینی چی میگم؟ شما فکر کن طرف میخواد مسلمان کنه، همون اول میخوره به تور بقره، آقا احکام اینه، احکام اونه، باباش در میاد. یکی اینه. البته اینو گفتم، برخی میگن نه، برخی از علمای ما میگن نه، همین شکلی قرآن بعد نوشته میشه. پیامبر فرمودن این سوره رو کجا بذارید. این اختلافیه. دوم این که قرآنی که امیرالمومنین جمع آوری کرد، توضیحات آقا رسول الله پای آیات بود. آیات که نازل میشد مردم میپرسیدن یا رسول الله منظور یعنی چی؟ مثلا عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ، ما میخوندیم فی زمان رسول الله، در زمان رسول الله این آیه رو این شکل میخونیم. تو منو به اهل سنته. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول برسون اون چیزی که تو نازل شده است. ان علیا ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میگه اصلا ما این اینجوری میخوندیم، یعنی اون بخش داخل پرانتزش هم میخوندیم. آیا اون بخش داخل پرانتز جزء قرآن بود؟ خیر. چی بود؟ پاورقی بود. کاری که زید ابن ثابت یهودی کرد، پاورقی آقا رسول الله همه رو پاک کرد. گفت ما به حرف او نیازی نداریم، همین قرآن خودمون. حالا این قرآن سوره آل عمران چی گفت؟ گفت بخشای متشابهش قابل تعویله، کسایی که قلبشون مرض داره میتونن ازش سوء استفاده کنن. شروع کردن تغییرات دادن. مثلا تا زمان جناب خلیفه سوم، باز من رو براتون بخونم، تا زمان جناب خلیفه سوم مردم، محضر شما عارض بشم که وضو رو چطور میگرفتن؟ عین من و شما. از زمان جناب خلیفه سوم گفتن پاهارم بشوریم. چرا؟ گفتن ما برداشتون از قرآن اینه. واسه خودش گفته پیغمبر، او برداشت اون بوده، برداشت ما اینه. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، ای کسایی که ایمان آورید وقتی خواستید نماز بخونید، خواستید نماز برپا دارید، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. فغسلوا بشورید، وجوهکم یعنی چی؟ صورتاتون، و ایدیکم. هر جفتش منصوبه. اینجا منصوب یعنی چی؟ یعنی گرفته. درسته؟ دقت کنید، من میخوام اینجوری بگم برای همه قابل فهم باشه. دیشب یه عده از خانم‌ها گفته بودن بحث خود ثقیل بوده، ما متوجه نشدیم. دیگه من نمیدونم از این آسان‌تر دیگه چی باید بگیم. دقت بفرمایید، معادل فارسیش میشه مفعول. بشورید چه چیز را؟ صورت‌ها و دست‌ها را. چون مفعوله، تو عربی مفعول چی میشه؟ میگیره به خودش. چجوری من بنویسم بگم کتابه، کتابو یا کتابه؟ میگه نگاه کن ببین این کتاب اگه مفعول باشه بعد بنویسی کتابه. درست شد؟ پس صراحت میگه کجا رو بشورید؟ صورت و دست. الی المرافق، تا کجا؟ آرنج. مثلا نکته جالب، اهل سنت دیدید وضو میگیرن رو به سمت آرنجشون آبو هول میدن. برای چی؟ برای این آیه میگن تو آیه گفته الی المرافق. آقا رسول الله چجوری وضو میگرفت؟ از آرنج میگرفت. میگفتن باشه واسه خودش میگرفته. اینجا گفته الا به سوی آرنج، ما به سوی آرنج وضو بگیریم. پیغمبر که معصوم نیستش که، ما خودمون میفهمیم قرآنو. حالا یه سوالی داره، من به شما میگم که این دیوارا رنگ بزنیم. نقاش اومده میگه آقا جون تا کجا رنگ بزنم؟ میگه همین 2 مترشو رنگ بزنیم. من میگم آقا تا سقف رنگ بزن. خب میگم تا سقف رنگ بزن، این از نقاش از پایین به بالا رنگ میکنه؟ کدوم نقاش دید از پایین به بالا رنگ کنه؟ این تا یعنی چی؟ یعنی اندازه. هی از پایین رنگ بکنه بیاد بالا، هی شره کنه رنگ بریزه. به قول بنده خدایی میگفتن چرا ماشینتو نمیشوری؟ گفتش که فایده نداره. دفعه قبل ماشینمو شستم، از بالا شستم، رسیدم به پلاک دیدم ماشین خودم نیست.
گفتن خب سر ته بشوره، عیبی نداره. کی ماشین رو سر ته میشوره؟ که هرچی کثیفی بدمون رو. این دقت کنید. گفتن الا صورت آیه داره میگه دست و صورتتون رو بشورید و مسحو و مسح کنید به رؤوسکم، کجا؟ سراتون، و ارجلکم، و چی؟ از این جز این میفهمید که دست و صورتتون رو بشورید، سر و پاهاتون رو چیکار کنید؟ از زمان عثمان به بعد گفتن ما پاهامون هم میشوریم. گفتن چرا؟ گفت دقت کنید اونا رو گفته وجوه و ایدی یا، رؤوسو گفته رؤوس، ارجل پاها هم گفته ها رو با هم میشوریم، ها رو با هم مس میکشیم. بعد بهش میگه اخوی اینجا داره به خاطر اینکه قبلش ب اومده، حروف جر اومده، به رؤوسکم. میگه دیگه من اینو میگم تا این حد کدوم سنت پیغمبری؟ حرفا چیه؟ ما در منابع برادران اهل سنت با سند داریم، مستند داریم که تا زمان عثمان پاها رو مس میکشیدن. میگفتن ما در زمان پیامبر نماز میخوندیم 2 تا شستن داشتیم 2 تا مس. خودشون میگن. گفتن از این به بعد اینطور. شروع کردن تغییرات دادن. ما خودمون قرآن میفهمیم. او پیغمبر آدم خوبی بودا، پست چی بود؟ نامه رو آورد داد، نامه خدا رو، پیامبر بر ما پیغام آورد. بقیه حرفاش نه. این دیگه بالاخره چیز بودن دیگه، بچه‌هاش بودن، دوستش داشته اهل بیتشون رو دیگه ها. مگه من شما بچه‌هامون رو دوست نداریم؟ دوست داشتن اون حرفایی که میزده آی اهل بیت من الن بلند سلام چه، اینا به خاطر ارادت شخصی خودش به اهل بیتش بوده. ما اونا رو قبول نداریم. دست فاطمه رو میبوسیده ببوسه، ما اینو قبول نداریم. چی شد؟ باید بفهمی که از کجا این اندیشه گرفته شده. این مورد دوم بود. پس اینها پیامبر رو معصوم فقط در چی میدونستن؟ وحی و آوردن قرآن. تموم شد. امن الله او منک. حالا بماند در جمهوری اسلامی شیعه خانه امام زمان مسئول روحانی جمهوری اسلامی داره همین حرفو میزنه. یعنی آدم باید بمیره این روزو ببینه. به خدا مرد با غیرتی از دیدن شنیدن این حرف بمیره مرگ بر او رواست. که بعد 1400 سال تو شیخانه امام زمان همون حرفی زده بهشون کسایی که جگر پیغمبر رو سوزوندن. مورد سوم که خیلی مهمه، میخوام دقت کنید، جدای سیاست از دیانت. اینم باز تحت تاثیر یهود اینا گرفتن. یهود سیاست و دیانت و دست یه نفر نمیده. دقت کنید. تو یهود کیا به حکومت رسیدن از پیغمبرها؟ یه دونشون نصف نیمه، 2 تاشون کامل. نصف نیمه کی به حکومت رسید؟ موسی. میخواست بره حکومتش تشکیل بده، نتونست. درست شد. بعد دیگه تو یهود کیا به حکومت رسیدن؟ پادشاهی تشکیل دادن. بگید آفرین. داوود و سلیمان جسارتا هر دوتاشون رو از پیغمبری عزل کردن. دقت فرمودید؟ میگن داوود و سلیمان پیغمبر نیستن. این یعنی چی؟ اینها میگن نبوت و خلافت یعنی حکومت در یک جا با هم جمع نمیشه. اندیشه جدای سیاست از دیانت از یهود گرفته شده. بنده یه سخنرانی داشتم در مورد تشکیل آمریکا و اینکه ایوانجلیکال ها چطور در آمریکا تأثیر گذاشتن بر اعلامیه استقلال قوا از هم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا. اونجا نقش یهود رو کامل توضیح دادم. اصلا این یک اندیشه یهودی است. میگه عالم دینی نمیتونه حاکم دینی باشه. عالم دینی کنار حاکم دینی فقط باید مشاوره بده. این اندیشه یهوده. این جدای سیاست از دیانت که امروز میگن لایسیته، میگه فلان حکومت لایکه، از کجا گرفته شده؟ از یهود. یهود در قرون وسطا آرام تو عصر رنسانس تأثیر گذاشت بر اندیشمندان اروپایی. گفتن شما مدل ما باید حکومت تشکیل بدید. اینها حکومت رو شأنیت قائل نیستن برای کسی که فقیهه. یکی از این خاخاماشون یه کتاب نوشته خیلی جالبه. این کتاب ما مرکز مطالعات اسرائیل که بودم، این کتاب ما آوردیم ترجمهش کردیم. توی کتابش مجلس خبرگان ما رو دیده.
تو تلویزیون مجلس خبگان رهبری بوده، با خودش نوشته عجب کاری کردیم ما خاخام ها به دست خودمون رو از حکومت همیشه عزل کردیم. الان حکومت در اسرائیل چیه؟ سکولاره. اما یه خاخام بزرگی دارن که اون بغل وای میسته مشاوره میده، مثل عبدیا یوسف که مرد. این شکلیه. دقیقاً این اتفاق افتاده. حالا گوش کنید تا براتون میگم. میگه پس علی ساکت شد و ابوبکر مبادرت کرده و گفت، میگه ابوبکر شروع که صحبت کردن، آنچه را که تو گفتی همه‌اش حق است. من اون بخشی که امیرالمومنین چی فرموده رو نمیگم چون وقت نداریم. ما با گوشهای خود از رسول خدا شنیدیم و دانستیم و دلهای ما نیز آنها را در خود گرفت و محفوظ داشت، ولکن من از رسول خدا این را هم شنیدم که پس از این میگفت. گفت اونایی که گفتی ما هم از پیغمبر شنیدیم، اما اینو گفت چی؟ انا اهل بیت اصطفانا الله تعالی، ما اهل بیتی که خدا ما رو جدا کرده برگزیده، و اختار لنا الاخره، برای ما آخرت و معاد و بهشت رو برای ما گذاشته کنار، علی دنیا. متوجه شدید؟ وعده بهشت مال ماست نه دنیا. فان الله لم یکن لیجمع لنا اهل البیت النبوة والخلافه. خدا چنین نیست که برای ما اهل بیت نبوت و خلافت را یک جا با هم جمع کنه. میگه ابوبکر رو برگشت در جواب امیرالمومنین گفتش من خودم پیغمبر شنیدم. امیرالمومنین علی علیه السلام به ابوبکر گفت آیا شاهدی بر این حدیث داری؟ این یعنی چی؟ یعنی داری جعل میکنی. از من که شما پیغمبر نزدیک نیستید که، نزدیکتر نیستید که، شاهدی داری که او هم با تو این حدیث را شنیده باشد؟ عمر گفت خلیفه خدا راست میگوید. شاهد کی اومد؟ خلیفه دوم. من هم شنیدم که رسول خدا چنین گفت. ابو عبیده جراح و سالم مولاه و ضعیفه، دو نفر دیگه و معاذ ابن جبل، اینها هم گفتن ما هم از رسول خدا همگی شنیدیم. همه با هم رفیقن. روز سقیفه خلیفه اول، خلیفه دوم و ابو عبیده جراح با هم رفتن این کار کردن دیگه. 4 تا رفیق با هم گفتن ما هم هست، ما هم شنیدیم. اینجا ببین چی جواب میده حضرت. حضرت فرمود پس شما به آن کاغذی که در کعبه نوشته اید و بر آن پیمان نهاده اید که محمد بمیرد یا کشته شود ما نمیگذاریم که امر خلافت در اهل بیت او قرار گیرد وفادارید. حضرت یه خبر از اسرارشون داد. فرمود که این حرف پیغمبر نشنیدید، این همون کاغذتونه که با هم دیگه عهد بستید گذاشتید تو خونه کعبه هم قایمش کردید که ما با هم عهد میبندیم. رسول الله سرشو گذاشت زمین، خلافت به اهل بیتش نباید برسه. چه حدیثی جعل کردن؟ که پیامبر فرموده خلافت، حکومت و نبوت، دینداری، ارتباط با خدا، این در ما یک جا با هم جمع. یه سوال، پس چرا خود پیغمبر این کار کرد؟ هم نبوت هم خلیفه هم چیز بود دیگه، هم حاکم بود. وقتی چیزی جعلی باشه 10 جاش میریزه به هم دیگه. یه روایت اینا دارن هیچ کاریش نمیتونن بکنن. روایت چیه؟ هر کی فاطمه رو بیازارد مرا آزرده است، هر کی مرا بیازارد جهنمی است. گفتن خب خدایا چیکار کنیم اینو؟ هیچ کارش نمیشه. از اون طرفم حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث داریم که تو منابع اهل سنت که این 2 نفر من اذیت کردن. این 2 تا حدیث رو بذار کنار هم یعنی چی؟ من میشه کی بهشتی کی جهنمی؟ اینا گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. همین آل زبیر خیلی نقش داشتن تو این روایت جعلی. یه روایت ساختن که حضرت علی رفته بوده خواستگاری دختر ابوجهل، حضرت زهرا شنیده بوده، جیگرش آتیش گرفته که یا علی تو میخوای بری خواستگاری یکی دیگه. بعد پیامبر اومده این جمله رو توی مسجد در مورد علی استفاده کرده. متوجه شدید؟ اینجا چند تا، من نمیخوام نقد کنم این حدیث، اینو جدا تو شبکه ولایت نقد کردم، اما اینجا میدونید چی میخوام بگم؟ دقت کنید. آیا پیغمبر میتونه مردم امر کنه به کاری که خودش انجام نمیده؟ خود پیغمبر چند تا زن گرفته، بعد بیاد به مردم بگه چون نگیرید؟ ببین اصلا با منطق اسلام جور نیست، با محکمات اسلام جور نیست. بعد یه نکته دیگه، اون من عذر میخوام از خواهرای حاضر در جلسه، چون بحث دینی مجبورم بگم، وگرنه حقیقتا
نمیخواستم اینو بگم. اون کسی که روایت رو نقل کرده این حدیث جعلیه رو ساخته میگه که من خودم از پیغمبر شنیدم بالا منبر اینطور فرمود و آن زمانی بود که من محتلم هم میشدم. میگه من به بلوغ جنسی هم رسیدم. شما یه جا دارید قصه نقل میکنید، داستانی نقل میکنید، یهو وسط صحبتتون میگه اون موقع چیز بود من بلوغ جنسی هم داشتم. این یه جای کار میلنگه، الا اینکه بعد دقیقاً به همین جا شک کنی. من به این مشکوک شدم، رفتم ببینم سن این چیه، چقدر. نگاه کردم دیدم دقیقاً این آقا 6 ماه بعد از نهایتاً بخوای بهش ارفاق کنی 6 ماهه بوده پیغمبر از دنیا رفته. همین چی شد؟ الا اینکه این مثل بچه فامیل دور باشه. توی کلاه قرمزی بچه هست با ریش سیبیل به دنیا اومد، تعریش داره. گفتیم به دنیا اومده، از ننش به دنیا اومده، بالغ بوده، راه میرفته، حرفا رو میشنیده، پیامبرم لحظه رحلتش این جمله رو نگفته، چند سال قبلش حالا مثلا فرموده بوده. متوجه چی شد؟ الا اینکه بچه فامیل دور بوده. اینا وقتی جعل میکنن 10 جا دیگه میریزه به هم. پیغمبر چی داره میگه اینجا که با حضرت زهرا تو خطبه فدکیه چی میگه؟ یا آقای ابوبکر میگه که ایشون میگه که پیامبر پیش خود ما گفت ما انبیا ارث نمیذاریم. من خودم از پیغمبر شنیدم. کنتور میندازه خاطره نقل کردن. حضرت زهرا فرمود عجب، چطور این پدر ما که این قرآن رو برای شما آورده از توش خبر نداره که سلیمان از داوود ارث برد، که حضرت یحیی، حضرت زکریا برگشت گفت خدای به من یه پسری بده که از آل یعقوب و از من ارث ببره. ریختن به هم، چون مسلط بر قرآن این اهل بیت. اهل بیت حرف میزنن، قرآنی حرف میزنن. یعنی 2 تا 4 تاش 10 جاش ریخته به هم. میگه که ما اهل بیت خلافت و چیز در ما قرار داده میشه، پس خود پیغمبر چرا حاکم شد؟ میبینید چیه؟ اعلان که پس این اندیشه که من میگم من روایت بابتش دارم، فکت تاریخی دارم که اینا این حرفو زدن، اینو حالا گوش کنید. طبری در وقایع سال 23 هجرت، تاریخ نویس طبری دیگه، تاریخ طبری معروف، خیلی هم به نفع اینها تاریخو نوشته ها، تا جایی که تونسته پا داده براشون، تا جایی که تونسته حذف کرده، تا جایی که تونسته. اما باشه گوش کنید چی می‌نویسه. در سیره خلیفه دوم می‌نویسه، میگه در سفری که عمر به شام کرد، گوش کنید من ترجمه تاریخ طبری براتون دارم میخونم، و بزرگان از اصحاب رسول خدا و معروفین از جمله عبدالله بن عباس را با خود همراه کرد. ولکن علی از معیت و رفتن با او استنکاف کرد. میگه داشت میرفت چیز به شام، برخی از صحابه رو با خودش برد، علی باش نیامد و دعوتش را رد کرد. مردی از اولاد طلحه روایت میکند که ابن عباس گفت در بعضی از سفرهایی که عمر کرد من هم با او همسفر بودم و یک شبی که ما راه میپیمودیم و شتر من در نزدیکی شتر او راه میرفت، با تازیانه که در دستاش بر جلوی کوهان شتر زد و این شعر را خواند. من دیگه بخش شعر و این چیزاشو بیخیال میشم. یه شعری میخونن، بعد این یه شعر میخونه، میگه عجب شعر خوبی بود و اعراب اصلا به شعر و این چیزا خیلی علاقه داشتن. میگه حالا من ادامهش میگم چون وقت نداریم، دقت کنید. میگه و پس از این عمر گفت استغفر الله ای پسر عباس، گفت پناه میبرم به خدا ای به عبدالله بن عباس. عبدالله بن عباس پسر عموی امیرالمومنین دیگه، عباس عموی پیغمبر، عموی امیرالمومنین. چه موجب شد که علی از مسافرت با ما خودداری کند؟ گفت چرا به علی گفتیم بیاد نیومد؟ گفتم نمیدونم. گفت پدر تو عباس عموی رسول خداست و تو پسر عموی پیغمبری، پس چرا قوم شما از دست دادن خلافت به شما خودداری کردن؟ گفت چرا بنی هاشم و قریش خلافت رو به شما ندادن؟ به بنی هاشم، درسته؟ چرا ندادن؟ گفتم نمیدانم. گفت ولکن من میدانم. میگفت من میدونم چیه. میگفتم چرا؟ بفرمایید. گفت قوم شما قریش امارت و حکومت شما را بر خودشان ناپسند می‌داشتند. دوست نداشتن شما حاکم بشید. گفتم به چه علت و سبب؟ در حالی که ما نسبت به ایشان حکم اصل و پایه را داشتیم. گفت بابا ما حکم محور آسیاب بودیم برای اینا، حکم پایه بودیم برای این میز، برای چی نباید این کار کنن؟ گفت اللهم غفرا، خدای ببخشید، یکرهون ان تجتمع فیکم النبوة والخلافه
فیکون بجحا بجحا، خداوند من از تو طلب غفران دارم. قریش ناپسند داشتند، اونها ناپسند داشتند که نبوت و خلافت در شما بنی هاشم جمع شود، تا این که وسیله مفاخرت و حس مباهات و فخریه شود برای شما. گفت اینا دوست نداشتن نبوت و حکومت کنار هم دیگه باشه. اینا از کی یاد گرفته بودن نباید نبوت و حکومت باشه؟ تنها کسی که این اندیشه رو داشته اونجا کی بوده؟ بازم یهودیان بود. یعنی شما بگردی دیگه بگی اینا متأثر از کی بوده؟ ماهواره نگاه می‌کرده، با یک کسی ارتباط داشته. تو عربا که اصلا فهم این چیزا رو نداشتن، عرب جاهلی این چیزا رو، مثلا پیغمبری بینشون نیامده بوده. بحثایی هست حالا مثلا در مورد پیامبران تبلیغی نمیدونم چی، اما اینا تو قبل بت پرست بودن بابا. اینا کی یاد گرفتن همچین چیزی رو؟ عبدالله ابن عمر باز میگه یه جا دیگه، روزی نزد پدرم بودم، پسر خود خلیفه دوم نقل کرده، عده دیگری نیز در مجلس او حضور داشتند، سخن از شعر به میان آمد. عمر از حاضران پرسید به نظر شما ماهی‌ترین شاعرای عرب کیست؟ حاضران هر کدام از شاعری اسم بردند. در این اثنا ابن عباس از دور نمایان شد. میگه دوباره عبدالله ابن عباس اومد. خب اینم پسر عموی امیرالمومنین پیغمبر از بنی هاشم. چون نگاه عمر به او افتاد گفت مرد خبیر و آگاه آمد. چرا ابن عباس رو انقدر خلیفه دوم براش نوشابه وا میکنه؟ ساده از کنار این نگذارید. مثلا این اینجا ذهنتون باشه، این جمله گوشه ذهنتون باشه. حالا یا امشب وقت توضیح میدم یا فردا شب، که خیلی کلیدیه این ماجرا. عنوانش چیه؟ علامه سازی. گفتیم خلیفه دوم دستگاه تبلیغاتی و فکریش میگفتن حکومت و نبوت یک جا باید با هم جمع. نبوت مال شما بنی هاشم، حکومت مال غیر بنی هاشم. حالا یه سوال، مردم تو سوالات شرعی و اینجور چیزاشون برن سراغ بنی هاشم، سراغ کی برن؟ علی نه، ابن عباس. آلترناتیو سازی کرد براش. میگه آقا جون شما این حزب من قبول ندارم، مخالف سیاسی منن، اما اگه یه روزی خواستی بری سراغ این حزب، تو این حزب فقط سراغ فلانی برو. چون سراغ او برید ضربه‌ای به ما وارد نمیشه. کاملا داستان سیاسیه، کاملا ماجرا دعوا سر حکومته. تا موقعی که حکومت نیاری تو اسلام هیچ کی با کسی دعواش نمیشه. استادای اخلاق میشینن همشون شروع میکنن آی مردم دروغ نگید، غیبت نکنید، جلسه هم تموم میشه تا طرف میاد پایین السلام علیکم دست میمالن بهشون و تبرک میکنن. از فردا فقط حاج آقا یه حرف سیاسی بزنه نصف جلسه پا میشن میره. درسته یا نه؟ دعوا سر سیاسته، دعوا سر حکومته. یک دونه از اهل سنت بردو بیا برای من گفته باشه که علی مثلا متعبد نبود، علی نمازاش خوب نبود، علی همشون قبول دارن. سر حکومت نه شرمنده، برو کنار. صبح تا شب دم از اخلاق میزنن آقایون، درسته؟ آقا اخلاق صحبت ریاست بر یک کرسی پیش آمد، ما حرفایی تو مناظره های ریاست جمهوری از طرفین شنیدیم، فحشایی به هم دادن، نسبتایی به هم دادن. امام به شاه نگفته بود اینا رو. قبول دارید یا نه؟ امام بنده خدا که به شاه همچین چیزی و آخراش دیگه میگه آی محمد رضا من تو رو نصیحتت میکنم مثلا اینطور. سال 42 نامه نوشته برای اون کاپیتولاسیون. امام چی نوشته؟ نوشته اعلی حضرت همایونی به شاه. نامه برید نامه های چیزو بخونید، نامه های مرحوم میرزا شیرازی به ناصرالدین شاه. دعوا سر حکومته. دینداری بدون حکومت کجه. اصلا دینداری نیست. مردی اینجا که پست گرفتن میاد وسط اخلاقو نشون بده. این مردی. امیرالمومنین اینطوری بود. سر شورای 6 نفره عبدالرحمن بن عوف برگشت گفت یا علی این 3 شرطی که میگم قبول کن، من با تو بیعت میکنم.
گفتن اگه مساوی شدن هر کسی که عبدالرحمن بن عوف با او بیعت بکنه اون خلیفه است. درست شدن؟ یعنی تو هر گروهی که عبدالرحمن بن عوف باشه، زبیر بود، امیرالمومنین بود، عبدالرحمن بن عوف بود، طلحه بود، سعد ابی وقاص بود، یکی دیگه هم باید بشه، زبیر گفتم، عثمان، آفرین عثمان، 6 تا. طلحه و عثمان رفتن یه گروه شدن با سعد بن ابی وقاص، اونا شدن 3 تا. زبیر اومد سمت امیرالمومنین، اینا شدن 2 تا. عبدالرحمن بن عوف اگه میومد سمت امیرالمومنین 3 میشدن، اما عمر گفته بود تو گروهی که عبدالرحمن بن عوف هست اون پیروزه. اگه میرفت اونور که میشدن 4-2 تموم بود. عبدالرحمن بن عوف گفت من یه شرط دارم، بپذیر من با تو بیعت میکنم. حضرت فرمود بگو. گفت 1 عمل به قرآن. گفت قبول دارم. گفت عمل به سنت پیغمبر. حضرت فرمود قبول دارم. گفت عمل به سیره شیخین، یعنی عین 2 تا خلیفه قبل باید عمل کنی. حضرت فرمود که یه سوال ازت دارم. گفت بگو. گفت آیا سیره شیخین برخلاف قرآن و سنت پیغمبر بوده؟ اگه عین قرآن و سنت پیغمبر بوده که من که چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، من اونو قبول دارم. اگه نبوده چرا اصرار داری از من چیز رو بپذیرم که برخلافه چیز بشه؟ گفتم ببین علی تو خوب بلدی حرف بزنی، این نه، دادگاهی جواب بده، آره یا نه. حضرت فرمود خیر. گفت با به عثمان بیعت میکنم. 13 سال عثمان شد خلیفه. خدا وکیل الان من و تو جیگرمون نسوخت. خب میگفتی آره، حالا بعدن هر کار خواسته میکردی دیگه. این فرق من و تو امیرالمومنین همین. دروغ نداریم ما. علی اینه میگه ما اصلا نیومدیم خلافت بکنیم به هر قیمتی، که خوب عنایت داشته باشه. اون میگه نه حالا یه خالی هم به من یه حدیث هم جعل کن، بری به کجا برمیخوره. میگه مرد خبیر و آگاه آمد. عبدالله بن عباس داره نوشابه وا میکنه و آنگاه سوال خود را از ابن عباس پرسید. ابن عباس گفت به اعتقاد من زهیر ابن ابی سلمى بهتر است. بعد عمر گفت یکی از زیباترین شعرهایش برام بخون. یه شعری خونده، حالا ولش کن، اصلا من نمیدونم کجای این شعر قشنگی، حالا اون کارن. بعد در مورد یکی از اون شعر اون بابا در مورد طائفه بوده به اسم بنو سنان، یه شعر گفته بود که اینا جاشون اینه که برن رو خورشید بشینن، انقدر خوبن. میگه یهو عمر برگشت گفت دقت کنید، من این خدا بکشد او را، چه زیبا سروده است. گفت خدا بکشدش، عجب شعری گفتین. من این قطع شعر را جز در مدح بنی هاشم به خاطر قرابتی که با رسول خدا دارن شایسته هیچ کس نمیدونم. گفت اگر قرار بشین در مورد طایفه خونده بشه، در مورد کی باید خونده بشه؟ بنی هاشم. ابن عباس گفت خدا تو را موفق بدارد و همواره موفق هستی. آنگاه عمر به ابن عباس گفت میدانید چرا مردم از شما روی گردان شدن؟ ابن عباس گفت نه. خلیفه دوم گفت ولی من میدانم. ابن عباس میگه گفتم به چه علت؟ خلیفه دوم گفت فقال عمر کرهوا ان یجمعوا لكم النبوة والخلافه. کراهت داشتن نبوت و خلافت در بنی هاشم کنار هم قرار بگیره، سیاست و دیانت کنار هم قرار بگیره. شما نباید مرجع سیاسی و مرجع دینی باشید، شما فقط باید مرجع چی باشید؟ دینی. برای همین من میگم مرد آگاه و خبیر آمد. دقت کنید، بعد اینجا رو گوش کنید. فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا فاختارت قریش لانفسها فاصابت و وفقت. بله، بنابراین قریش خودش برای خود خلیفه تعیین کرد و در این نظریه و در این تعیین به هدف رسید و موفق هم شد. ابن عباس میگه از خلیفه میخواهم بر من غضب ننمایی و آرام به سخنم گفت امان بده، میخوام یه چیزی بگم. جالب اینجاست که جناب خلیفه دوم درش معروف بوده. دره یعنی چی؟ شلاقش. میگفتن درت عمر احیب من سیف حجاج ابن یوسف. میگفت هیبتش از شمشیر حجاج ابن یوسف که میگفت من یه نهار نخوردم بلکه اینکه قبلش یه محب علی رو سر بریدن، میگه از اونم چیز راه میرفت، همه در میرفتن. خیلی آرام زده تو تاریخ نگاه بکنید، با شلاقش مثلا طرف محدد مثلا عرق خورده بود، درازش کردن گفت 100 تا ضربه شلاق بزنید. بعد طرف بلند شد گفت دوباره 100 تا دیگه بزنید. گفتن بابا خب عرق خورد حکمش اجرا شد دیگه. گفت محکم بلند شد.
سیخ بلند شد، این بچه پروه این. میگه بدبخت درازش کردن 100 تا دیگه زدن. بعد دفعه سوم آروم بلند شد، گفت دوباره 100 تا دیگه بزنید. یا همینه دیگه. بگی که اومد. کسی حرف میزد، اگه از صحابه کسی حرف میزد همونجا کتکشو میخورد سریع. ما داریم که در مورد نمیدونم حضور ذهن ندارم مقداد یا حضرت ابوذر علیهم السلام اینا، یه روز داشت حرف میزد، انقلت کرد با خلیفه، یه دونه خوابون زیر گوشش محکم. میگه نشست شروع کرد رو زمین گریه کردن. بعد بهش گفت بلند شو، خجالت بکش مرد گنده، گریه کردن داره آخه. حالا یه دونه زدیم تو گوشت دیگه گره. این سرش آورد گفت برای خودم گریه نمی‌کنم، فاطمه رو هم با همین ضربه 60 دادی. ابن عباس میگه گفتم از خلیفه میخوام بر من غضب ننموده، آرام به سخنانم گوش داد. اومد گفت هر چه میخوای بگو. ابن عباس اما اینکه گفتی قریش خوش نداشت که نبوت و خلافت هر دو در خاندان شما جمع شود، یعنی در بنی هاشم. بنی هاشم جزئی از قریش. خداوند هم درباره گروهی از مردم فرموده ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. این به خاطر آن است که آنها از قرآن که خدا نازل فرمود کراهت داشتن، پس خدا اعمالشان را محو و نابود کرد. گفت مردم کراهت داشته باشن که دلیل نیست. خدا تو قرآن گفته برخی از این مردم از این سری چیزا اکراه داشتن، خدا اعمالشون از بین برد. جواب خوبی داده. من یه نکته دیگه اینو ماجرا ابن عباس هم بگم تمومش بکنم. 2 تا روایت و برای امشب کافیه. 2 تا روایت جالبه. پس چی شد؟ 1 این که رجوع به یهود، من دیشب صحبت کردم. 2 پیامبر فقط در چی معصوم است؟ در وحی. 3 سیاست از دیانت چیه؟ جداست. این هم هست دیگه. حالا که سیاست از دیانت جداست، سیاست مال غیر بنی هاشم، دیانت مال چی؟ بنی هاشم. حالا تو اینجا ممکنه مردم رجوع کنن به کی؟ به حضرت علی. کما که رجوع هم میکردن، خیلی پیش میومد. حضرت علی مثلا حضرت میگه دارن یه نفر میخوان ببرن گردن بزنن، دستشو قطع کنن. مثلا برای چی دارید میرید دستشو قطع کنید؟ گفتش که پدر سوخته همه 6 ماه مثلا ازدواج کرده، بچهش به دنیا اومده، این معلومه 3 ماه قبلش بله. بعد حضرت یهو میفرمود بابا مگه ندیدی که میگه بارداری و وضع هم بارداری و شیر دادن با هم بشه 30 ماه. چون شیر دادن 2 ساله 24 ماه ازش کم کنی، پس بارداری میتونه چی باشه؟ 6 ماه. یه سال چرا حضرت علی قرآنی جواب میداد؟ چون فقط قرآن قبول داشت. امام سجاد نشسته، یارو داره میرن دستشو قطع کنن. حضرت فرمود چی شده؟ گفت دزدی کرد. آقا میدونی که دزدی کردن همینجوری نیست که دزدی دستشو قطع کنی، شروطی داره. اینجوری هم نیست فکر کنی همینجوری یه لخیه. بعد حضرت فرمود آقا شروطش، گفت شروطش رعایت شده، شما کار نداشته باش. گفت پس حالا میخواد قطع کنی فقط انگشتاشو میتونید قطع کنید، دستشو نمیتونید قطع کنید. من چرا؟ گفت بزنیم مچ بندازیم. حضرت فرمود مگه آیه قرآن رو نخوندید که مساجد چیه؟ لله. اینا تا قبلش فکر می‌کردن مساجد یعنی چی؟ مسجد مال خداست. مساجد سجدگاه‌ها از آن خداست. تو سجده کف دست باید به زمین بچسبه. کف دست رو حق ندارید قطع کنید. حضرت سجاد چه استدلالی براش داره میاره؟ قرآنی. آقای یحیی بن اکثم اعجوبه‌ای بوده. قاضی القضات متوکل بود. متوکل یه رفیق مسیحی داشت، با هم شیطونی می‌کردن. رفیق عرق خوریاش و منقلیش بود مثلا. بعد به این لقب داده بود ابو نوح. یحیی و اینا که از قبل نزدیک بودن به خلیفه خیلی شاکی بودن، این فلان فلان شده اومد جای ما رو گرفت تو دربار. یحیی ابن رفتم شه یحیی مکسن گفتن یه کاری کن. گفتش که خب باش. آقا اصلا تو اسلام به غیر مسلمان نمیشه کنیه داد. کنیه اون چیزی که با ابو و اینا شروع بشه دیگه، ابو تراب، ابو بکر، اینا. عمدتاً هم لقبی که مردم با آدم میدن. درست شد؟ بعضی سوال بشه چرا حضرت علی اسم یکی از پسراش ابو بکر بوده؟ مردم این لقبو بهت میدن. مثال میدین چی؟ اون قد بلنده، اون چش زاغه،
اونی که موهاش بوره، اینا مردم میدن چیکار کنیم؟ والا مثلا قدم بلند، چه اسمون قد بلنده بوده صفتش به این دیگه نباید بگن قد بلنده. حرفای احمقانه میزنن مردم. گفت آقا غیر مسلمانو نمیشه چیز کنم. متوکلم دوست داشت به این بگه ابو نوح، دید اینم قاضی القضات فتوا میده، نمیشه کاریش کرد. چیکار کنم؟ گفت برید از علی ابن محمد بپرسید. رفتن سراغ امام هادی، گفتن آقا این قاضی القضات ما، فتوا دهنده ما، مفتی ما همچین چیزی میگه، چیکار کنیم؟ زیباترین فتوای تاریخ از نظر من ندیدم رو دستش، کوتاه‌ترین، مختصرترین و مفیدترین فتوای تاریخه. حضرت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب، تمام شد. چون او میگفت به غیر مسلمون نمیشه کنیه داد. قرآن آیه داریم که چی داره میگه؟ ابو غیر مسلمون بوده دیگه. میبینید اهل بیت قرآنی مثال میارن چون غیر قرآن رو قبول نداشتن اینا این جماعت. حالا اینا میرن سراغ بنی هاشم. ما گفتیم آقا بنی هاشم رو میشه رفت سراغش تو دیانت. اینجا من دستگاه سیاسی باید یه کاری کنم، مردم تو بنی هاشم هم سراغ اولاد علی و اهل بیت پیغمبر نرن. جایگزین مناسب کیه؟ عباس و اولادش. و دقیقاً همین سبب شد که در آینده بنی عباس حاکم شدن. مرجعیت دینی فکری براشون ساخت خلیفه دوم. میگفت سراغ علی نرید، برید سراغ او. جالبه هر کسی جلوی خلیفه دوم اعتراض میکرده کتک میخورده. تنها کسی که همیشه اجازه داشته جواب بده اعتراض کنه کیه؟ عبدالله ابن عباس. از صحیح بخاری براتون میخونم، گوش کنید. از ثمامه ابن انس نقل شده، یا ثمامه باشه نمیدونم، که عمر ابن خطاب هر زمان گرفتار قحطی میشد، قحطی میاد خوشسالی میاد، به وسیله عباس ابن عبدالمطلب، به وسیله عموی پیغمبر، از خداوند طلب باران میکرد. پس خلیفه دوم چون این دعا میکرد: خدایا ما در زمان رسول خدا همیشه به ایشان متوسل میشدیم و تو برای ما باران میفرستادی و ما را سیراب میکردی و الان ما به عموی پیغمبر تو متوسل میشویم. پس خدایا برای ما باران بفرست و ما را سیراب کن. راوی گفت پس باران می آمد و سیراب میشدن. روایت 10 کتاب الاستسقاء بخاری، صحیح بخاری. دقت فرمودید؟ میخواد شأنیت توسل حتی براش بگه برای توسل هم سراغ اهل بیت نرید. درسته ما گفتیم بحثای دینیتون برای سراغ بنی هاشم، اینجا هم رفتید سراغ کی میرید؟ عباسی ها. برید از عموی بارون که میخواست میگه به من میرفت سراغ عموی پیغمبر. یک سوال، از عباس کسی نبود روی اون کره زمین تو اونجا مثلا عزیزتر باشه پیش خدا؟ قطعاً بوده. چرا خلیفه دوم این کار میکرد؟ این باعث شده کتابها نوشتن اهل سنت، موندن توش دیگه. تمام اهل سنت بپرس بگو علی مقامش بالاتر بود یا عباس، چی میگن؟ میگن علی. چرا سراغ علی نرفته؟ نه دیگه، فراموش نکنید ما قرار نیست علی رو بیاریم بولدش کنیم، هایلایتش کنیم تو چشم بیاد. علی قرار فراموش بشه. علی رو قرار جواب سلامش هم کسی تو خیابون نده. تمام حمله میکنیم همونجا، روز اول دعوا درست میکنیم، تو اون دعوا ببین شما فکر کنید اصلا سیاست حمله به خونه چی بود؟ ما چند تا یورش داریم دیگه. یه عده میان وقتی حضرت زهرا اومدن پشت در برمیگردن، میگن وفات اصلا حضرت زهرا با پشت در آمدن کل برنامه اینا ریخت به هم، چون اینا فکرشو نمی‌کردن. ببین مثلا یه آدم محترمی غیرتمند تو خیابون داره رد میشه، میری بهش یه تنه میزنی، جواب تو چی؟ نمیده. عمدن میخوای دعوا درست کنی، درسته؟ میخوای دعوا درست کنی آدمات همون پشت مشت قایمن، بتونی اونجا بگیری تا میخوره بزنیش. نقشت اینه، میری تنه میزنی، هیچی نمیگه. هر کاری میکنی جواب نمیده. یه کاری میتونی بکنی، چه یه روز که با زن و بچه‌اش داره رد میشه، برو جلو چشش زنشو بزن. این حتما دیگه چیکار میکنه؟ واکنش میاد، طبیعیه. اینه جالبه بدونید در مورد صحابه، میگه مقداد دست به غلاف شمشیر بود، دست به قبضه شمشیر، نگاه کرد به امیرالمومنین، دید حضرت میفرماد نه،
حضرت میفرماد که میدونستن برنامهشون این بود که اونجا میخوان جنگ درست کنن، اهل بیت پیغمبر همونجا قلقم کنن، یه کربلایی درست کنن، حسن و حسین نسل پیغمبرم اونجا زیر دست و پا همونجا کشته میشن، کار تمومه. جالب نقل شده کیان متحسن شده بودن تو خونه امیرالمومنین؟ زبیر توشونه، سلمان توشونه، مقداد توشونه، ابوذر توشونه. زبیر ببین چی میگه، توی اونها تنها کسی که شمشیر کشید زبیر بود. زبیر تحمل نکرد، گفت علی بگه. شمشیر گفت فاطمه است، من نمیتونم تحمل کنم. دختر داییش میشد دیگه حضرت زهرا، پسر عمش میشد زبیر. شمشیر رو کشید، رفت ضربه بزنه، شمشیرش خورد به طاق دالون خونه، از دستش افتاد، خلع سلاحش کرد. دقت کنید. ابوذر تاریخ میگه نشیمنگاه خودش میکشید روی زمین، میزد به پاش اینطوری محکم، گریه میکرد، زار میزد، میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. بفهمید شرایط چی بوده. سلمان و مقداد سکوت فهمیدن این اصلا داستان اینه که می اومدن شهر درست کنن. آقا چرا این بری رد میشی؟ کی گفت از کوچه ما رد بشی؟ هی دارن میزنن تخت سینه مرده. میبینن جواب نمیده، گفتن زنشو بزنیم حتما جواب میده. بفهمی مظلومیت امیرالمومنین چی بوده. جلو شیخ مرحوم علامه القدیر بگید امینی، علامه امینی گفتن مظلوم مظلوم مظلوم، همین تو داشتن صحبت می‌کردن در مورد مظلومیت اهل بیت. ایشون بلند شد گفتش که من مظلومتر از امیرالمومنین نمیشناسم. گفت ابا عبداللهش هم جلو چشش به ناموسش حمله نکرده تا زنده بود، اما امیرالمومنین تمام اینها رو دیده، جلو چشش اتفاق افتاده. دعواییم شهر درست کنیم. علی باید از حافظه تاریخی حذف شه. تمام شد. نقل حدیث از پیغمبر ممنوع. قرآن هم ما براتون آقای کعب الاحبار ابو هریره هر روز قبل نماز جمعه جلسه تفسیر دارن، ببین خدمتشون کلاس اونجا، کلاس علی بن ابی طالب تعطیلا، کسی سراغش نمیره ها. جواب سلامشو نمیدادن، برن سوال بپرسن. حالا اینجا ما خودمون گفتیم بنی هاشم مرجع دینی ان، عیبی نداره، برید سراغ عباس و پسرش. آلترناتیو درست کردن برای اهل بیت. ابن عباس شخصیت خیلی پیچیده‌ای داره، من خودم نمیتونم در موردش قضاوت کنم. یک جاهایی او هم از این فرصت استفاده کرده، این فرصت اندکی فراهم شده، خیلی از فضایل اهل بیت رو چیکار کرده؟ نقل کرده. خیلی از فضایل اهل بیت که تو منابع اهل سنت هستن ابن عباس گفته. او از این فرصت، اما ظاهرا خودش هم بدش بگید نمی اومده اینجوری تو چشم باشه. مثلا تو داریم در تاریخ نقل شده ابن عباس با امام حسین که نشستن کنار هم دیگه، یه نفر اومد گفت ببخشید استاد یه سوالی دارم، امروزش میکنم. استاد ببخشید سوال دارم. امام حسین فرمود که بفرمایید سوالتو. گفت با شما نیستم، با حضرت استاد عبدالله بن عباسم. مظلومت اهل بیت. گفت کسی از تو نپرسید آقا جون، از آقای ابن عباس پرسیدم. حالا من و شما جای ابن عباس باشیم اونجا چی باید بگیم؟ باید بگیم خاک بر سر من، خاک بر سر تو، خاک به دهانت. میدونی کیه این آقا؟ جالب مثلا آقای ابن عباس لبخندی میزنه میگه سوالتو بپرس. برای همین محل بحثه که او از این فرصت داشته استفاده میکرده، میخواسته این فرصت رو خراب نکنه، خودش هم بدش نیومده که اینجور مرزی و طرفینه. در مجموع که از اهل بیت دفاع میکرده هستید، همین الان مثالی که زدم جواب خلیفه دوم داده بود. یک فرصت داشته، انگار این اجازه داشته حرف بزنه. کسی دیگه حرف میزد کتک میخواد میرفت زندان، این اجازه داشته. جالب، خلیفه دوم میخواد بارون بباره، یک سال چرا خودش نمیگه بگه خدایا به حق من بارون ببار؟ یه خطری هست، اگه بارون نباره چی میشه؟ خیلی بد میشه. زرنگ دارم کسی که جلو اهل بیت وایسن پخمه که نبودن که. گفت خب این که نمیشه. خب به حق رسولت بارون ببار. اگه یه وقت خدا به خاطر که من دارم دعا میکنم اینو رد کنه، دقت کنید، اینو رد بکنه، یهودیا، مسیحیا، ادیان دیگه چی میگن؟ میگن دیدی پیغمبرشون پیغمبری نیست. بهترین راهکار چیه؟ عموی پیغمبر. بارون هم نباره میگیم چی؟ ایراد از عمو است، نه از پیغمبره. پیغمبر رو باید تایید کرد. چرا؟ چون اینا خلیفه پیغمبرن، این اصلا
دار و ندانشون مدیون اوشونه. معاویه‌ش هم پیغمبر رو تایید میکرده در علن، در خفا میگفته من به اون روز فکر میکنم که اسم این بابا از اذان حذف شد. اهل سنت نقل کردن، جناب آقای مغیره نقل کرده. یا اینو نگاه بکنید، ابن عمر میگه گفت ان عمر خطب الناس، میگه خلیفه دوم بابام، او میگه داشت چیکار میکرد؟ مردم رو مورد خطابه قرار داده، بهش سخن میگه ایها الناس، ای مردم، رسول خدا در زمان حیاتشان برای عموی خود احترام زیادی قائل بود، همان احترامی که فرزند برای پدرش قائل است. ای مردم شما هم به رسول خدا اقتدا کنید و به عباس عموی ایشان احترام بگذارید. رسول الله میفرماد هر کی منو قبول داره، هر کی میخواد اجر رسالتمو بده، کی آواری کرد. گفتن نه اینجا منظور از اهل بیتشون منظور عموشه، نزدیکان منظور عموش، به ایشون احترام بذار. بابا این 4 نفر رو فراموش کنید دیگه، تموم شد. و بگذارید مقام او را بزرگ بدارید، به احترام بگذارید و مقام او را بزرگ بدارید و عموی پیامبر را وسیله خود قرار دهید. وسیله قرار دهید مایه توسل در بلاهایی که بر سر شما می آید. بله اینجا سراغ علی نرید. این خیلی جالبه. بدرالدین عینی شارح صحیح بخاریه. صحیح بخاری برای شرح نوشته. تو عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 47 چیز جالب میگه، گوش کنید باز. بنی اسرائیل زمانی که ذیل همین کاری که عمر کرده، ببین چی میگه بنی اسرائیل زمانی که دچار خوشسالی میشدن به اهل بیت پیغمبرشان توسل میکردن و از آنها میخواستن که طلب باران کنن. برای همین جناب خلیفه دوم کار کرد. کی؟ بنی؟ من به شما بگم خط از کجاست؟ خود پیغمبره رو میکشتن، حکومت از پیغمبره میگرفتن، میگفتن سیاست و دیانت شرمنده، یه جا جمع نمیشه، حکومت بده مال ما، بیت المال دست ما باشه، پولا دست ما، تو برو نماز بخون. باریکلا. که من میخوام بگم در مورد اهل بیت حتی همین رو هم رعایت نکردن و ابن عباس ها را بزرگ کردن در مقابل اهل بیت. بله. یا اینو نگاه کنید، من دیگه عربیشو نمیخونم، وقت نیست. زمانی که مردم استسقا کردن و باران بارید، اینا ابن اسیر جزری میگه، عزالدین ابن اسیر، بله، اسطالغابه فی معرفت صحابه جلد 3 صفحه 166 میگه وقتی اینا استسقا، باب استفعال طلب دیگه، وقتی طلب آب کردن و باران بارید، همه دور عباس را گرفته بودند و او را مسح میکردند. اینا شرک نیست دیگه ها. و او را مسح میکردند و به عباس تبریک میگفتند و یقولون هنیئا لک ساقی الحرمین، نوش جونش، گوارای وجودت، عجب جایگاهی پیش خدا داری. اینم گوش کنید، نکته آخرم باشه. مورخین نقل میکنن هنگام شهادت امام مجتبی علیه السلام، ابن عباس در شام بود. یه وقت خبر شهادت امام حسن مجتبی رسید، او تو شام بود و چون خبر شهادت حضرت به معاویه رسید، با همراهانش سجده کردند، سجده شکر کردند، الحمدلله حسن کشته شد و هماهنگ همه با هم تکبیر گفتن. در این هنگام عبدالله به دیدار معاویه رفت. معاویه گفت ای فرزند عباس، ابو محمد مرد. ابن عباس گفت آری، رحمت خدا بر او باد، به من خبر تکبیر و سجده هایت هم رسیده است. خبر دارم اینجا وقتی خبر شهادتش رسید تو سجدم کردی. انا لله و انا الیه راجعون. به خدا قسم ای معاویه، اگر حسن مرد اما مرگ تو فراموش نشده. والا او مرد باشه، تو هم میمیری، خوشحال نباش. و جسم او قبر تو را پر نمی کند. قبر تو هم روی این زمین یه جای قبر توه. او به بهترین وجه درگذشت، اما تو به بدترین صورت باقی ماندی. معاویه گفت تصور میکنم که او تنها عده یتیم به جا گذاشته. کسی هم ازش نمونده، یه مش یتیم از خودش جا گذاشته. ابن عباس گفت تمام ما کوچک بودیم و بعد بزرگ شدیم. معاویه گفت اینجا رو گوش کنید، خوشا به حال تو ای ابن عباس که رئیس قومت شدی. یعنی چی؟ از این به بعد بزرگ بنی هاشم کیه؟ تویی.
ما تو رو بزرگ بنی هاشم میدونیم. اینجا ابن عباس انصافا جواب خوبی میده. این چی میگه؟ پاسخ داد تا زمانی که حسین هست نه، زیرا او رئیس قوم است. بین هر عشیره اون شیخ عشیره کی بود؟ یکی بود که همه روز میشد سید عشیره، بزرگ عشیره، آقای عشیره. گفت قبل تو حسن بود، الان تو شدی، یعنی من حاضرم این جایگاه به تو بدم. یهو گفتش که نه، حسینه الان بزرگی بنی. دقیقاً از اینها برداشت میشه که اینها آلترناتیو برای اهل بیت ساختن. ببین چقدر قشنگ شده. خب پیغمبر که وحی که حرفای قرآنشو قبول داریم، خودمونم میفهمیم. آروم آروم گفتن قرآن چه برداشتی کردن، نماز و چه چیزایی همینطور تغییر کرد. اون آقای ابن اکسم که اعجوبه بود میگفت ببینید این قرآن رو بخونید. ابن اکسم قاضی القضات آیه متوکل عباسی لواطکار بود، لواطکاری یعنی تو تاریخ در مورد شعرها خونده شده. یعنی انقدر ببین یه چیزی که شعر بین مردم میشه یعنی چی؟ یعنی خیلی تابلو. مثلا ابن زیاد ابن ابی تو بصره که راه میرفت، مردم بصره هنوز فارس بودن، هنوز زبان عربی انتقال پیدا نکرده بود اونجا، چون ایرانی بودن دیگه. میگه این تو خیابون که راه میرفت، بچهای کوچیک دورش میافتادن، راه میافتادن، اسم مادرش سمیه بود دیگه، زیاد. راه میرفتن گفتن انگورمون مویز، سمیه روسپیزه. پشتش میخوندن شعر میخوندن، احتمالاً اونم نمیفهمیده چی میگن دیگه بچهای کوچیک. یعنی به روسپی بودن مادر او اشاره میکردن، به فحشاش معروف بود. ببینید چی باید باشه که شعر بشه بین مردم، ضرب المثل بشه. این میگفتش که ببینید آقا، آیات قرآن، نعمات بهشتی صورت ملکوتی همین نعمات زمین است. اینجا زن هست، اونور چی؟ حوریه. اینور میوه هست، منتها اونجا میوهاش خوشمزه تره. اسم میوه رو میبره قرآن میگه کلوا واشربوا. دقت کردید؟ میوه رو مینوشن، میوه رو چیکار میکنن؟ میخورن. بعد میگه کلو قطوفها دانیه، میوهاش تو دسته، یعنی تو اشاره میکنی میوه تو دستته، بهترشه. درست شد؟ بعد میگه که چون اون طرف گفته غلمانهایی هستن که دور شما میچرخن، پس لابد برعکسش رو زمین ما اجازه لواط داریم. اینا شدن قاضی القضات های جهان اسلام. بفهمید در رد اهل بیت اینا به وجود بیان. پس این هم شد دلیل چی؟ آخر ما. یه صلوات نعت بفرمایید.